مردی که بین تبهکارا به اسم کریون معروفه به زندانی فوق امنیتی منتقل میشه. توی یه زندان افرادی هستن که قصد جونشو میکنن ولی اون به شدت قدرت بدنی بالایی داره و از پس همه اونا برمیاد. افرادی که نتونسته بودن اونو بکشن دعوتش میکنن تا با رئیسشون دیدار کنه و اون این مسئله رو قبول میکنه. در واقع مأموریت کریون کشتن همین رئیس تبهکاران در زندان بوده که بعد از انجام اون از زندان فرار میکنه. داستان به 16 سال قبل برمیگرده و با دو برادر به اسم سرگئی و دیمیتری و پدرشون نیکولای کریونوف که جز مافیای روسیه است شروع میشه. این سه نفر به همراه دوست نیکولای به شکار میرن. تأکید نیکولای اینه که دوتا پسرش مرد بار بیان و به بقیه باج ندن. توی یه اتفاق سرگئی از برادرش دیمیتری در مقابل یک شیر محافظت میکنه و تو این راه به شدت زخمی میشه. زخم شیر به زخم سرگئی برخورد میکنه. دختری به اسم کالیپسو اون اطراف با خانوادش در حال گذر بوده که سرگئی رو میبینه که زخمی روی زمین افتاده. کالیپسو از مادر بزرگش دارویی رو قبلا دریافت کرده بوده که جزء میراث خاندانش و فرمولش هم مخفیه و مادر بزرگش تأکید میکنه که از اون فقط برای موارد خاص استفاده کنه. او از این دارو برای سرگئی استفاده میکنه. سرگئی خوب میشه ولی رابطش با پدرش و برادرش خوب پیش نمیره و از اون دو نفر فاصله میگیره. اون خیلی زود متوجه ارتباطش با حیوونا میشه و ویژگی‌های حیوانی به دست میاره و از این موضوع در آینده برای مقابله با تبهکارا استفاده میکنه. سرگئی سعی در درست کردن رابطش با برادرش داره و اونو ملاقات میکنه. فردای روز تولد برادرش دیمیتری برادر کوچیکترش دزدیده میشه. اون آدم رو باها رو دنبال میکنه ولی گمشون میکنه. دوباره سراغ کالیپسو که الان یه وکیل شده رو میگیره و اون از رابطهای خودش رد آدم رو باها رو پیدا میکنه. مشخص میشه آدم رو باها برای آدمی به اسم راینو یا کرگردن کار میکنه. راینو دوست قدیمی نیکولای پدر سرگئی و دیمیتری بوده که سر در خراب کردن امپراتوری پدرشون داشته. اون درخواست 20 میلیون دلار از نیکولای میکنه ولی غرور نیکولای مانع از این میشه پول پرداخت بکنه. خود سرگئی دست به کار میشه. سرگئی خیلی از خودش مطمئنه ولی بعد از اینکه متوجه میشه یه تله بوده فرار میکنه. یکی از افراد راینو که اسم فورینر یا خارجی بوده دنبالش میفته. فورینر از ویژگی‌های توهم‌زا روی سرگئی استفاده میکنه. درست زمانی که داره سرگئی رو میکشه کالیپسو میرسه و فورینر رو با یه تیر میکشه و سرگئی رو نجات میده. مرحله بعدی درگیری با راینو. نقطه ضعف اون محل اتصال داروی عادی سازیه. وجه انسانیش از کرگردنشه که سرگئی بهش ضربه میزنه و اون از پا در میاره. بعد از جنگ با راینو و نوچه‌هاش برادرش رو نجات میده. در آخر هم سرگئی متوجه میشه که نیکولای چون میدونسته سرگئی به برادرش علاقه داره و این کار رو انجام میده، سر پسر کوچیکترش قمار میکنه تا پسر بزرگترش برادرش رو نجات بده و مرد بار بیاد. سرگئی پدرش رو نمیکشه ولی با ارتباطی که با حیوونا داره خرسی رو میفرسته تا پدرش رو بکشه تا این قضیه از نظر دیمیتری برادر کوچیکترش حادثه به نظر بیاد. در سکانس آخر سرگئی غافلگیر میشه چون دیمیتری با ارتباط با دکتری که ویژگی‌های حیوانی به راینو داده بود تغییر شکل میده و تبدیل میشه به یک آفتاب پرستی که میتونه به شکل هر آدمی در بیاد و سعی در ادامه دادن امپراتوری پدرشو داره.